مدیتیشن یعنی تجربه بودن در لحظه حال. و اگرچه که بودن ساده به نظر میاد، اما همیشه آسون نیست. بنابراین لطفاً به خودت سخت نگیر. با هر بار تمرین میتونی خودت رو کمی بیشتر اینجا پیدا کنی، کمی بیشتر در لحظه، اینجا و اکنون. به آرامش ذهن به سکون بدن وابسته است و سکون بدن به آرامش ذهن. اما پلی هم بین این دو وجود داره. اون پل چیزی نیست جز نفس. پس بیا شروع کنیم با یک دم عمیق. 5 ثانیه دم و حالا 5 ثانیه بازدم. دوباره 5 ثانیه دم. 1 2 3 4 5 مکس. بازدم. 1 2 3 4 5. با هر بار بازدم اجازه بده هر تنشی که توی شونه هات هست یا اطراف چشمت یا حتی توی فکت، هر تنشی رو که احساس میکنی اجازه بده که رها بشه. به سادگی صرفا کافیه متوجهش بشی و بعد به آرومی توجهت رو به نفست بسپر. اجازه بده بدن خودش نفس بکشه. چیزی برای کنترل وجود نداره. اینجایی در حال تماشای دم و بازدم. همین. اجازه میدیم که بدن خودش نفس بکشه، دم و بازدم بگیره و ما هیچ چیزی رو تغییر نمیدیم. هیچ چیزی رو اصلاح یا کنترل نمی کنیم. مدیتیشن یعنی پذیرش همین لحظه به همین شکلی که هست. از اینجا به بعد تنها کاری که من انجام میدم یادآوری این که به نفس برگردیم. چون که دیر یا زود خودمون رو توی امواجی از افکار مختلف پیدا میکنیم و دقیقا نقطه‌ای که از این موضوع آگاه شدیم به نفس برمیگردیم. دوباره توجهمون رو به سمت دم و بازدم میبریم. به نفس برگرد. همین کافیه. ازت میخوام که این تصویر رو تصور کنی. تصویری که در اون امواج دریا در جریانن و در بالای این امواج آسمونی پر از ابر رو میبینیم. میتونی تصور کنی که گذر این ابرها گذر افکار توه. فکری فقط یک ابر دیگه است. هر احساسی فقط یک موج دیگه است و ویژگی مشترک این دو پدیده گذرا بودن اونهاست. پیدا و ناپدید میشن. بنابراین نیازی نیست که زیاده از حد به اونها بها بدیم. فقط کافیه که از گذرا بودن این پدیده ها آگاه باشیم و بعد به دم و بازدم برگردیم.
آروم و ساکت اجازه میدیم که احساسات مختلف ما فروکش کنند و بشینند. ذهن ما درست مثل برکه‌ای که گل‌آلوده با افکار و احساسات مختلف پر شده و بهترین راه برای صاف کردن یک آب گل‌آلود رها کردنشه. اگر بذاریم همه چیز همونطور که هست باشه، گلولای این آب فروکش میکنه و اون وقت یک آب زلال باقی میمونه. اگر ذهن ما هم گل‌آلوده، میتونیم اجازه بدیم که این افکار و احساسات و هر پدیده‌ای که درش جریان داره با آرامش و سکوت ما فروکش کنند تا ما هم یک ذهن شفاف و زلال داشته باشیم. به دم و بازدم برمیگردیم.